السلام علیکم به همه شهروندان جمهوری تاجیکستان و عموما به تاجیک زبانان. خیلی که نام خود رولک فهمیدیتون چی طرز گرفتن شهروندی روسیه هم خیلی اکنون این قسم یکم همه همون ترمینال ها گذاشتگی دومی ترمینال با ویدیو گرفتن به امکان نشد. در این مقصد این ویدیو همین که همون راه ها همون دکومنت ها همون حجت هایی که برای شهروندی طلب کرده می شود و نقدنامه آن چند قدر همیشه خدا خواهد اگر دستگیری کنیتون همیشه پدراب گفته نرخوش گفته گجا و رفتن در کار همیشه خدا خواهد ویدیو کده نشان میتیم. حاضر به برای امین ترمینال ها گذاشتن شما و اسنوانی در کار بس اسنوانی یعنی که یا بیمار یا اینکه ردیتیل من همچون ردیتیل اسنوانی دارم سونی بعد از وی شما طلب کده می شود که وی کووید بیماری کووید سپراف که یعنی که بیمار نی گفته سپراف که گشتنتون در کار سپراف که 160 سوم میشد 6 ساعت به تیار میشد 3 روز وقت دارد. شما میتونید یک روز پیش از پرواز من خیلی من این نمود حجت گرفتم که کووید نیست یا نشد گفته شما میخوای وای میتید حجت میتید شما میتونید با واسطه همین به یکم ممانعه گذاریتون. سونی اساساً با اینجا یک مشکلاتی همین شد که اگر نوتبوک گفته باشتون حتما بطریش به اهمیتتون بطری کارشایم باشد گریتون نه کار ناشایم باشد نگریتون چون که بطری همچون چیزی چگون خطرناک می چیزی نمیخواد به دست که ممکن نی اگر بطری ساز باشد و کامپیوتر در نگیرد یعنی که دور نشانده یکون چیز دیگر هست خودتون فهمیدتون همون به از بس که عصبی همونم که بطری من گرام موندگی لیکن برزمی همون درگیرانده نشان دادیم که درونی کامپیوتر خودی پلاتی کامپیوتر شده است نه اینکه یگان چیزی زپریت چیزوی و یگان چیزی خطرناک باشد. так امروز 13 ساعت 4 و 5 دقیقه ایرپورت خوجند خدا خواهد با دستگیری شوها با سوال و جواب هایی که در این ویدیو می شود خدا خواهد ما قسمایی و یا میگیریم دیگر همه راه های گرفتنی شهروندی روسیه یعنی که کدام گجا رفته کدام مقامات به چه حجت طلب کرده میشه چند پول همشه خدا خواهد پدراب نه تا بازدید.